بسم الله الرحمن الرحیم. بارک الله قاضی محترم الله سبحانه و تعالی از اینم انشاءالله اینو میتونم باز زیاده بگردونم. آواز خداخواد شیرین مثل اصحاب کرام، مثل انشاءالله پیامبری بشیر و نذیر، چراغ تابان، آواز زیبای شما در قرآن انشاءالله حسب ندارد. الله از اینم خداخواد اینو میتونم زیاده بگردونم. هر هفته خداخواد انشاءالله وظیفه همین انشاءالله نیم ساعت پیش موندم خداخواد سوره کهف انشاءالله خوندن میگیریم با در وسیله موشما در دیوی موشما خداخواد فایز برکات انشاءالله خداخواد زیاده شدن میگیرد خداوند در امور تو در رست و در کسب و کار تو الله برکات نماید. محترم جماعت الحمدلله امروز خداخواد روز مبارک جمعه اولا حمد و ثنا بر خدا رو، بعد از آن درود بیادب بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو، بعد از آن رحمت خداوندی به پایان باد بر این امام، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. محترم جماعت الحمدلله امروز روز مبارک انشاءالله جمعه حج المساکین. الحمدلله الله سبحانه و تعالی فرصت انشاءالله خداخواد من شما عزیزان انشاءالله هم صحبت شدن و یک ساعت مقرری از انشاءالله فرمان الله سبحانه و تعالی و از پیامبر بشیر و نذیر چراغ تابان انشاءالله حدیث های مبارک و از انشاءالله علمان و دانشمندان سخنی خوب و سم شما انشاءالله عزیزان رسیدن حرکت میکنیم. سوال دادگیم در مورد آزار دادن حیوان ها چی گناه چی انشاءالله خدا خواهد مرتبه دارد. یک برادر انشاءالله سوال کردن که در مورد آزار دادن حیوان ها صحبت میکردن. انشاءالله خدا خواهد امروز ما انشاءالله طبق همین سوال خدا خواهد صحبت میکنیم. از آن من البته حیوان هم از آن من مثل ما و شما مخلوق الله هست. الله سبحانه و تعالی در سوره انشاءالله انعام آیت 38 میتونید انشاءالله خدا خواهد مراجعت کنید. الله سبحانه و تعالی در این سوره بیان میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما من دابة فی الارض ولا طیر یطیر بجناحیه الی امثالکم صدق الله العظیم. الله سبحانه و تعالی در این آیت مبارکه سوره انعام میگوید و نیز هیچ جنبنده میگوید در زمین، یگان جنبنده میگه خدا در زمین نیست و هیچ پرنده نیست که با دو بال خود میپرد میگه الله سبحانه و تعالی، مگر هر یکی میگه از اونها امت و جماعت هستند. مسئله امت ما امت محمد میگیم انشاءالله خدا خواهد یک معنیش جماعت است. الله میگه همین یعنی انشاءالله پرنده ها هم یک جماعت شده چکا میکنن انشاءالله حیات میبرن. الله سبحانه و تعالی در کتاب انشاءالله لوح المحفوظ هم عزیزان من این یعنی تمام مخلوقات ها را الله سبحانه و تعالی آفریدگی است. همش روز قیامت حتی اینکه حیوان ها هم روز قیامت در محکمه سود الهی حشر می شوند، زنده گردونده میشن انشاءالله خدا خواهد عزیزان من و نزد حساب کتاب الله حساب کتاب میکنه انشاءالله. در دنیا فقط یک انسان نیست، همه همین مخلوقات ها دائم در ذکر و در فکر انشاءالله خدا خواهد چی هستند؟ الله هستند و این چنین مثل انسان زندگی میکنند، حیات بسر میکنند و یارم زن و شویی هستند. همش بغیر از خدا همه چیز در دنیا جفت است، نر و ماده دارد. من زمین و آسمان هم نر و ماده است، آفتاب و مهتاب، شادی و غم، مرد و زن. این چنین حیوان ها هم چکا میکنن؟ حیات میبرن، فرزند دارن، به حال خودشو صحبت میکنن.
چندین حیوان ها را حضرت پیغمبری ما شما بشیر نازنین محمد علیه السلام صحبت کردن. ببینید یک شتر میگه داد گفته اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، از کفاش چندین عربان در دست تیاقا دیده اومدن. شتر اومد میگه پیش حضرت پیغمبر السلام قرار گرفت. اومدن گفتن که یا رسول الله همین شتر اطاعت ما نمیکنه. گفتن ای شتر برای چی اطاعت قوم و جمعیت نمیکنی؟ گفتن اینا یک گناه دارن. اگر پیش شما وعده کنن که همون گناهش را ترک کنن من اطاعت میکنم. چه گناه دارن؟ اینا نماز خفتن و نخونده خواب میرن. پیامبر گفتن که قوم گفتن شما وعده کنید که من بعد نماز خفتن ترک نمیکنید، خونده خواب میرید. وعده کردن. شتر میگه قد شما معجزه‌ای که از پیغمبری بشیر و نذیر از الحمدلله. همه مخلوقات ها بر حالت خودش گرم میزنن نمیزنن. در کتاب مکاشفة القلوب یک شکایه را خوندم. حضرت سلیمان، حضرت داود علیه السلام، پدر سلیمان، میگه شیشتگی بود در حجره مبارکش یک کلمه که سرخه که یک گاه در زمین غلطیده است، گیریده است. بعد به نفسی خود میگه خدا هم برای چی آفریده باشه؟ این چی باشه؟ همین خدر عذاب کشیده است، همین خدر رفتار دارد. خدا سبحانه و تعالی میگه همون کلمه که به زبان در آورد گفت به داود گردن. داود پیغمبر است، کسی پیغمبری باشه. گفت ای داود، میدانی گفت خدا برای چی من آفرید؟ من از سحر تا بگویی کلمه توحید میخونم، از بگویی تا سحر محمد علیه السلام صلوات میگم. اگر خودم یگان نشان وظیفه داشته شی با من بده با اجرا میکنم. استغفرالله. خداوند ما عاجزیم. ما خیال کنیم که این کلمه‌ها، این مخلوقات، این پرنده ها، این درنده ها یک بیکار چیز است. گفت نه بیکار چیز نیست. همش انشاءالله خدا خواهد برای فایده انسان کار میکنه. کسی که این مخلوقات آزار میدهد به عذاب گرفتار میشه. من چندین عذابی گرفتار شدن انشاءالله بنده های خدا به سر میشه. شمس‌الدین ذهبی رحمت الله علیه در کتاب کبائر خودش در این باحث چندین حدیث ها آورده هستند، چندین حکایه ها آورده هستند. اگر کسانی که حیوان در این دنیا آزار می‌دهند روز قیامت محکمه سود الهی در همین حیوان از بالا دعوا میکند، ولی آدم هم کشته شد. چی مرچه رو میکشی، چی گنجشک رو میکشی، چی بلبله میکشی، ناحق اگر کشی جواب میدی. اما شما امام بخاری شاه محدثان، امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده حدیث صحیح میارن که ابو هریره رضی الله تعالی عنه حدیث روایت میکنن که در حدیث شریف است عزیزانی من میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن یک زن میگه یک پیشیکه در خانه قهوه کرده دوزخش دیده. یک پیشیکه در خانهش قهوه کرد، آبش نداد، دانش نداد، افکارش نداد، گوش نمورد. از سبب همون گوش نموردنی یعنی پیشیک این زن دوزخش دیده. برای چی؟ رسول گفتن که سبب دوزخی شد. این گفت عقل گفت هوا گفت چیکار نکرد، سرش نداد که در این زمین رزقش چیده بگردد، بیشنه و تشنه برای کشتنش. اگر نماز خونی و ظالم باشی نماز سرلا نماز.
دیم حدیث میارم، حدیثی متفق علیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن یک آدم بقه نگمش نابسته رفته سادار میگه در بالا سوار شید، گرفته بوده سادارش مثل خر میگه بالاش سوار شید. وقتی که سوار شید میگه نابست میگه بگب دور اومد، گب زد میگه ای گفت ما برای این کار خدا ما را به دنیا نفرستاده است، ما را برای حی کردن زمین فرستاده است، برای ساواشتن نی. بنده خدا گفت از خدا ترس. بینید اگر کاش الله امروز حیوانه که ظلمش میکنی یک خدا خواهد گپ شد، لازم شاید گپ بزند. خدا اگر بخواهد انشاءالله گپ بزند بده، چون که گپ زدن این را اسلام بیان میکند. تاریخ حضرت سلیمان علیه السلام تمام مخلوقات کتی میزکنید، که پرنده ها کتی میزکنید، همه حیوان ها شکایت میومدن پیشش لبیک میگفت، گپ میزد کتیش. خدا همون حیوان زبانش برای حضرت چی؟ سلیمان علیه السلام خدا آموزندگی بود. گفت بنده خدا ما برای سواشتن ما تو را نفرستند، بلکه ما را برای چی فرستند؟ برای زمین حی کردن فرستند. متفق علیه است. ابن عمر رضی الله عنه روایت میکند در دوری پیامبر علیه السلام شیگی واقعه. ابن عمر میگه یک روز میگه با کوچه گذشته ساعت میگه جوانای اهل قریش یک گنجشکه که میگه کشال کردید و به نشان گرفته زده سادیه. حتی این که میگن باید خانه همسایه شرطنامه کردن که هر تیره که ما میزنیم میگذرد گردانده میتیم. وقتی که حضرت ابن عمر میگه من پیدا شدم تمام جوانا میگه گرفته برفتن تقسیم شدن، میگه از تقسیم من. بعد گفت میگه کی اینه کی کار کی کرد، بگو کی کار کی کرد. چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی که یعنی یکان جانور برای نشان گرفته آزار میکرد باید لعنت خدا بود. پیغمبر اسلام و سلام کدام انسانایی که یک پرنده کشال میکنه و نشان گرفته میزند آزار میکرد و یا لعنت کرده. وقتی که لعنت محمد صدا شدی حالت نوای است. بینید عزیزان من ما حق نداریم که اون گنجش که کشال کنی، حق نداری اون پرنده خدا خود آزار کنی. تو خدا برای دل آزاری دنیا نآورده است. این هم یک ظلم است. از ظالم خدا بیزار است. در فرد میگه که از دل آزار الله بیزار و یا چی دارد حیات دارد و زندگی دارد. عزیز من از خدا بترسید انشاءالله. رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث متفق علیه عزیزان من، این حدیث امام مسلم انشاءالله روایت کرده حدیث است. در شریعت چندین حیوان ها است که کشتنش درست است. چندین حیوان هایی که کشتنش درست. مثال گیرم ماره، کژدم کشتنش، موش کشتنش، یا که سگی که قتلمش میکند دیوانه میشود، همین ها را کشتنش درست است. لیکن کشتنش با این معنی نه که قوا کنه آزار کی، و یک ضربه زدن با یک تیر انداختن و به هلاکت رسوندن. و یا اگر قوا کنی و زنده با زنده گورش کنی، زنده با زنده و آزار کی و پاشش کنی، داشتش کنی، همین لعنت گرفتار میشی. میخواید که اکتاش پشتش کنه و تماشا کنه، میخواید که اگر دست بش کنه و با تماشا کنه، میخواید حوام ارحم طور هم گفت پیغمبر اگر رحم کنی رحم کردنش. الا رحم نداری. اهل دوزخی ها 4 طایفه هستند. یکتش میگه دل رحمناک ندارد. آدمی بے رحم سخت دل اهل دوزخ. نشانه اهل دوزخ
باید انشاءالله خدا خواهد چی نباشی؟ از این طایفه نباشی خدا خواهد انشاءالله. یا ما آوردی گاو کردی به مثال در وقت سوی آوشتی آوش نتی در وقتش در وقت امش نتی در وقت خوشاکش نتی تو هم ظالم است. ناحق اگر بزنیش ظالم هستی از این خدا. از خدا بترس انشاءالله خدا خواهد. ابو سلیمان دارانی روایت میکنم بینید میگن من یک مراتبه در خر سوار شدم بالای خر شیشتم. وقتی کشته میگن چند مراتبه خر بچوب زدم. در همین حالت میگن خر سرش برداشت و گفت عزیزی خدا است ابو دارانی یعنی سلیمان دارانی دوستای خدا. خر چی گفت میگن ای ابو سلیمان این کاری تو گفت روز قیامت جزا دارد. روز قیامت گفت البته قصاص گرفته میشه از جانب من برای تو. خواهی چند بزن خواهی نزن. ابو سلیمان دارانی میگه از همون روز عبارت توبه کردم که دیگر یگان حیوان نمیزنم آزار نمیده. از دل نمیدم روز قیامت مالی به شاخ شده بالا حتی مرچد از مرچد قصاص میگیرن. خدا همین خدا انشاءالله حیوان ها را جمع میکنه در میدان آزار دادگی همه دعوت میکنن از ما کشیدن بیا برای چی ناحق این حیوان زنه دعوت میکنه حقی من نگفته خدا من سوره نبا آخرون آیت چی هست استعین بالله یقول یا لیتنی کنت تراب. گفته ای آیت برای کافرها وقتی که قصاصاش میگرفتن بعد قصاصاش گرفتن بعد خدا میگه که خاک شود ای حیوان ها. وقتی که کافران نظارت میکردن که حیوان ها خاک میشیدن کاش که ما مثل حیوان خاک میشیدیم و عذاب خدا را نمیدیدیم یکی خاک نمیشه آره نشه. حیوان ها در این دنیا برای فایده بردن ما و شما الله سبحانه و تعالی دادگی هست یکی درست فایده شده و خدا خواهد تربیت کنید در وقت انشاءالله خدا خواهد در خونک نمونش مبادا خدا خواهد خونک زنش فقط جواب میده به اول نمونش به تربیت نمونش خدا خواهد انشاءالله به حق ناحق نزنش. من یک آدم میدانم بسیار خر زدن گرفته بعد خر زده کشتش حد یاد خر آزار دگی خرم ده پاچکم پریده زدش ایچه آدم مرد رفت میمیری من بیچه جون دارم حق را قصد دادنش که نمارز نگردم همی سرگم ناحق زدن آخر از میگردم همه حیوان قصد میگیرد یه روز پایسته مثل یک من شوتم میزند خدا خواهد انشاءالله میگه تو که من میزنیم همین از خدا بترسیم انشاءالله خدا خواهد. حتی در حق قرباقه پیغمبر چی میگه من قرباقه ماشما قرباقه را اون حیوان حسابش میکنید دارید پیغمبر که شما قرباقه را نکشید حدیث صحیح. برای چی؟ چون که گفت خدا را بسیار یاد میکنه. ببینید قرباقه از ما و شما بهتر از این بیناموزان بهتر از این بی‌عبادتان قرباقه بهتر که همتا نقشش که فقط یاد الله میکنه. ما که یاد الله میکنیم ما و شما بنده خدا که نماز یک پیشی میدنه بعد خدا با یاد میکنه که نماز عصر میدنه خدا با یاد میکنه که نماز شام میشه خدا با یاد میکنه. یعنی اون مخلوقات ها شب و روز در کتاب دقایق الاخبار خواندم همین درخت ها هم به یاد الله میگشتیم. پیش ما مجد میفتن که درخت خورشید برش به خاصیت است. سبب به خاصیتش که از ذکر الله موند همون اجلش میرسید از قاف میشه از ذکر الله موند. ببینید شاید میگه که هر گیاهی که از زمین میروید وحده لا شریک له میگوید هر گیاه از زمین بگو سبحان الله الحمدلله الله اکبر تو ببردارد به این خدا میخیزه همش در یاد خدای همش در ایشون تو خیال نکن
حضرت موسی علیه السلام بسیار ذاکر بود، ذکر کننده بود، دائم با سبحان الله الحمدلله الله اکبر بیان می‌برد. یک روز میگه در بیابان رفت، یک بیابانی دشتی کشا رفت و به نفس خودش گفت خداوندا گفت از من دم بود ذکر کننده در دنیا بسیار نباشد. الله سبحانه و تعالی میگه تمام موجوداتی که در مخلوقاتی که بود همش بود ذکر کنید. یک بار درختی بود، گیاهی بود که جونداری بود که یک بار سبحان الله در دورمد حضرت موسی گرچه گم کرده باشه. گفت خداوند من قادر نبودم، من نسبت اینا با بسیار ذاکر نبودم که این مخلوقات گفت من گم کرد. نیاد نمیداد انشاءالله همه چیز خدا دو پاش کرده، چهار پاش کرده، به شکم را آنش کرده، لیکی برم به یادی چیه؟ الله انشاءالله خدا فرزانی من. خب حتی که حیوان ها را گفتن به علا آزار دادنم شریعت من کرده، به علا آزار نچید انشاءالله حیوان ها خدا زنده به زنده بعد نیولا می سوزن خدا نگه دارد دخته درجه هوای بود و من سوال جان دارد. حیوان از انسان چی فرق دارد؟ فرقش هم است که عقل ندارد، خلاص فهم دارد، فراست دارد، میفهمد بسیار بستد ولش کن میرود و نمی فقط عقلش خدا نداده جبش نداده. از ما فرق همینه خلاص. ما خلاص که ناطق کردیم گردننده بکنیم، عقل مداده این نیکون بعد صحابه جدا بکنیم. اگر هم عقلش دی ایمان شما نه اعلا بشه، ایمان شما نه خدا خواهد بهتری بشه. لیکن با حال خودش نماز میخونه، با حال خودش عبادت میکنه. کتاب الصلات میگه که 4 گونه عبادت است. از طرف خدا نماز با معنای رحمت است، خدا ما شما رحمت میکنه. از طرف فرشته‌ها میدانیم معناش استغفار است. از طرف طیر و حشور معناش چی است؟ از نان من یعنی تسبیح است. همون تسبیح نماز بامدادی ما شما، همون تسبیح نماز پیشینی ما شما. ما چی خدا خواست از ما؟ نماز در معناش دعا هست. ما دعا میکنیم، هر نمازی که تمام میکنیم دعا میکنیم، از الله حاجت میپرسیم، بس خدا رو میآوریم انشاءالله خدا خواست. یعنی رسول الله فرموده که یگان حیوان گفتن به عذاب کرده نشود، چونکه عزیزان من فقط به عذاب میداده که الله است. چونکه روز قیامت در دوزخ فقط به عذاب آزار داده میشه انسان. این چی است؟ خاصه الله سبحانه و تعالی دست ما شما یگان خداوند مخلوقات به حیوان آزار دادن حق نداشتیم انشاءالله. حتی مکروه است که عزیزان من یک مالی که اچه و بچه هستن در پیشی و بچه شکشتن درست نیست. خصاب میگه در پیش مال میکشتگی کارش چخ ندارد. اگر کدام قصابی که در کشتن حیوان آزار میتید پگه آزارش بکشید، کشتن میگه چنان کشت که حیوان راحت کنه، چونکه حیوان ها مردنش نمیدانه. پیغمبر اسلام گفتن که اگر حیوان ها مردنش دانند شما هرگز گوشتی فربه نمیخورید. مثل اگر میگن انسان بدانه نمیدونه. یعنی خداوند در وقتی خداوند کشتنم به آزار خداوند کارچیت تیز کرد تیار کن و یک کشیدن خداوند گردنش بگیرن ایلا ظلمش. قصابای عزیز از خدا بترسید انشاءالله. یا که این روز قصابا برای پول شده حیوانهای خداوند بچه داره کشته سالیه، رحمش بچه داره، این گناه سخت نیست. یا که برای پول شده حیوانی حرام مرده براده فروخته سالیه، این خدا نمیترسه. حیوان مرده خودش بسم اللهش بگنم، خدا نمیترسه. پول گفته هر کی چندین آدم حرم کرده
100 odam namozini ham go'shtni qarab bixira mabodo inshaalloh faqat namoz yo'lida javob betadi. گوشت حرام مرده را سنجش هم کرده برادران. کسی که گوشت میخرین باوریتون نیست به همون گوشت، یک فقیر آب بگیره فقیر شدن. گوشت حلال حرام فرق میکند. وقتی که هم فقیر نگر اندازش گوشت حلال باشد پردش اینه، حرام باشد به بسم الله باشد بالا میبرد پردش سنجش. اما آقا شما شبه که اگر حلال باشه حرام باشه با بسم الله کشتگی باشه به بسم الله کشتگی باشه همین ترتیب شما چیکار کنید انشاءالله سنجش بالای آب که برد میپردیش به حرامه به بسم الله کشتگی. وقتی که ته میشیند به بسم الله حرامه. همین از خدا بترسید. بعضی خلال منم کشته فروخته ساده دیم این پل گفته که ایمان تنفروش. حضرت مولا بیکار میگم برای غارت دین دام دنیا رنگ ها دارد، مده از دست دینه رنگی دین و دیانت را. برای میگه ایمان از دست دادنت، برای خدا خواهد به خدا دوشیدنت این دنیا رنگ هاش هست، نمی رنگ هاش نمی خیلی چیزا هست نه رنگ بکنید. این خدا ترسی نیست، این دروغ هستی نماش. این نماز خونده ایتم بیکار هست. این آشا خدا خواهد انشاءالله از خدا بترس. فقط گفتم پیغمبر به عذاب میدادگی خدا هست خلاص گفتن. کسی حق نداره که یگان مخلوقات در عذاب بسوزد زنده به زنده. خیلی که بسمیش جانش که بود من به اختیار شما چی که پوستش میکنی، لیکن زنده به مسئله همه زنده سالی بیچاره جانش در بدنش هست عذاب استحمل استش میمونی خود گویا که یک جلال هست، گویا که خدا خواهد آدم چی همچه یک زور میگیری، هم تا خود خدا خواهد کرال میگیری نکی به ایتا افضل پیش ظالم شدی علام من در حق ظالمون هفته دیگه صحبت میکنم انشاءالله. الله هست تریسی عدالت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میگن من رسول الله صلی الله علیه و صحابه کرام من میگه با پیغمبر علیه السلام میگم در سفر شدیم، سفر بردیم وقتی که میگه رفته میگه در یک جا میگه یک کشته را دیدیم که با دو بچهش هست میگه یک کشته با دو بچهش استادگی هست میگه ما میگه همون بچه هاش نگرفته میگه خوش میگه در بالای ما میگه دو زدن گرفت. پیامبر اسلام مگفت میگه کی گفت این پرنده رو به سلام جان کرد؟ کی گفت اینه به سلام جان کرد؟ گفتن یا رسول گفتن بچهش نگفتن ما گرفتیم، گفتن بچه هاش نگردونده بتی گفتن اینه آزار نتی فرزنداش این مثل میگه ما گردونه داریم. با یک جا آمده که یک خانه میگه مرچه علاق زدگی هست. پیامبر که اینه کی کرد گفتن اینه کی هنه علاقمون ابن مسعود ما مونده ما همین مرچه ها رو علاق سر دادیم. پیامبر که بغیر از خدا یگان کس حق ندارد که یگان مخلوق خدا را گفتن در علاق عذاب کرد. ابن انشاءالله داود روایت کرده که حدیث است داریم حق نداره انشاءالله. الله حق دارد روز قیامت اکثر عذاب دوزخ حلال است. اکثر عذاب دوزخ به عذاب خدا خواهد شما را الله عذاب میدهد اگر فرمانش نکرده باشید، اگر خلاف شریعت کار کرده باشید. ما شما چی نداشتیم؟ حق نداشتیم انشاءالله. شهید رضی الله تعالی عنه میگن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن کدام اگر یگان چمچو قمنه چمچو میگه گنجش همین یگان گنجش که اگر بیکار گفتن بکشد روز قیامت خدای تعالی نشنه دعوا میکرد که پروردگارا این فلان چی من بیکار کشیده بود قصاصی من گرفته تی من پیش الله نخدا خواهد انشاءالله بیکار
به یگان اساس شما نباید در کار نیست چیز اگر اینکه از جهت بیماری یگان چیزایی باشد استفاده باید ممکن، لیکن بیکار اگر خداوند گفت من آزاد کردم روز قیامت همون گنجش همون چمچقک از بالای ما شما میکرد دعوا میکرد انشاءالله. ابن نسائی ابن حبان روایت کرده حدیث حدیث صحیح بینین از من. حتی اینکه آدمای کاوباز هستن، ولی بسیار آدمایی که قشباز کاوباز مثل آدم هستن در بین جمعیت ما شما وجود دارن، لیکن نکنن بکنن این کار، لیکن این کارم چی دارد؟ وقت و ساعت دارد. عزیزان من در وقتی چوجه برآوردنش دوری که خدا خواهد انشاءالله چوجه برآوردن نشاد تخم موندن نشاد، این حرام است چی کار نه که این کار خدا خواهد انشاءالله. این حیوان در قفس هم نگیر مبادا بگیریشن نر و مادش یک جای کن مزدک نم بیچاره. حالا مستک چی نکن؟ این مستک همه نکفهمیده این مستک چی بده، این زنک چی بده. این مستک بسیار کمی که بخود بدون نرها همش جمع زدن برای علاقه جنسیش. اینا بعد همه هفته فردرا خونده بود بیچاره را زدن چیکار کردن میگرفتین گویا که این نیرنگ کاوباز و خوشباز من میدونم آخرتش وایه دیوانش دیگه آدم من میدونم دیوانش دیگه یک موسیقی میدونم کاوباز و خوشباز آخر دیوانه شد. از خدا بترس. اکثری خوشباز و کاوبازا خدا خواهد از خانهاش یک حادثه داره الان نگه داره سرت یک جوان 4-5 تا اومد تو برادر همی خود در دنیا قفص مونو بین خودمون دنیا قفص بین خود دلا قوت و چی میشه؟ میگه برادرم شو همش جمع کرده میگه داملا عدی رفتم میگه او بیدیدم ریخت میگه سرشو دادم چون میگن میدوارم از خودشندی تا قیامت همون جوانت دعا میکنه که ما رو آزاد کنه. یک عزیز خدا رحم نمیرا میگه یک جوان میگه یک خدا خواهد گوجش کرد بلبله از پاش بسته بازی داشت. بچه میگه هم میفروشی همون میگه چی دخت بلبله خرید ادعای الله آزادش کرد. میگه هر سحر بلبل اومده در خانهش ناله میکرد گناه مغفرت همون انسان میپرسیده. وقتی که میگه همون انسان از دنیا گذشت عزیزی من همون گنجش میگه 3 روز در بالای قبرش ناله کرده خداوندا همین بندت از عذاب قبرت خلاص کرد. بعد 3 روز میگه طاقت نکرده میگه خشه در بالای قبر زد و هلاک کرد. عزیزی من اینا همش فایده من شما هست خداوند این هم طور هم. من پدر یک قصهش بیاد میارم وقتی که دنیا را جوب زیر کرد موقتی پدر یک جای خداوند تا مرقم میرفتیم بعد جوب میچینیم بعد پدر میگه من بیتی من میکشیم شد بعد میگفتن اون پایه را بوده سرش میدادن وی پدر این با گشته میایم ای تو اومدن شب بچه میاد از آن همین هم خدا مفریده همین هم رحم کنیم شاید الله من رحم کنه میگفتن یا میبودن یک چکی سرش میدادن خیلی خیابان نیابت آزاد نما خیلی مرد بچه ما هم آزاد نتیر میگفتن خیلی معلش این انسان اگر خدا خود رحم بید شود تا چه اندازه خدا خود نسبت حال مون بچهش نسبت زن و آیلت مون نسبت مخلوقات های خورترین انسان در رحم پیدا میشه. حضرت عمر میگه رفته سادات در کوچه یک پشیکچه میگه در سر را هوا خنک بسیار میگه پشیکچه در حالت قریب به مردن اومده میگه زیر بغلش گرفت گرمکش کرد میگه دو خونش بردش میگه تا وقت اومده خوب شده برادرن سرداد از الله مکافات گرفت میگه خدا گفت میگه همین مخلوقه که رحم کردی من تمام عبادت ها را قبول میکنم
باره هم رفته سال میگه حضرت عمر یک آدم گنجش که میگه بازی داشت ای پشت بسته خرید میگه با پول درهای خدا آزادش کرد. خدا میگه با توفیل همین ها الله همه عملی که حضرت عمر کرد الله عزیزان من قبولش کرده است. بین انشاءالله خدا خواهد ما هم انشاءالله خدا خواهد ما هم پی همون انسانهای بزرگیم الحمدلله. ما هم امروز از سحر است میره پیش الله باید که رحمناک باشیم. اسلام همین است عزیزان من. وقتی که قرآن تلاوت بکنیم وقتی که حدیث های مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم شنویم خدا خواهد حلیم میشویم. یکم کسی آزار نمیتی. حضرت عیسی علیه السلام کوچه رفته سالار یک خدازده بدبخت به ایمان همون کنار حضرت حقارتهای بزرگ کرد. حضرت خاموش ایستادن. سبحان الله الحمدلله. یک جوان مگفت یا اسلام همین قدر نشنامید قبیح میشنوید یک بارک جوابش نمیگردونید. گفتن آنچه که در دل باشد همون چیز میبراید. این همین از احوالش. اگر من به این با برابر شوم من پیغمبری چی و این احمقیش میگه برو رفتم. اینه عزیزای خدا تا چین اندازه حضرت امام اعظم رحمت الله علیه پیشوای مذهب ما شما از مسجد برمدن میگه یک آدمی بداخلاقی بدفعل میگه ناختن سر کرد حکارت کردن گرفت تا خارج نبوده خب رفتن گرفت و نزدیک دروازه‌اش رسید گفت ای گفت بنده خدا یا اومده دیگهش مونده گفتگی گفت یک من خونم میدونم ارمانت نمونه. بینید عزیزانی من تا چه اندازه خدا خواهد عزیزانی خداوند انشاءالله چی داشتن رحم داره انشاءالله خدا خواهد. ابراهیم الحم بگیم انشاءالله شخص معتبر عزیزانی من. این پادشاه بود. خدا در روز فرصت کرد درباره ابراهیم الحم با شما آزان هم صحبت میشد. این ابراهیم الحم شخص بسیار پادشاه بود. آخر پادشاهی را برای الله ترک کرد و آخر خدا خواهد یک گربگی خدا خواهد قلندری گرفت و یا محمود گفت برای الله برمد. همین نگه یک جا رفته سادات نگه یک آدم دید که نگه در پیش مادرش نگه موسلک شدست است. بعد گفت میگه که از خدا بترس. این واقعه را گفت نزد مادر این اجرا نکن از خدا بترس. این درست نیست که برای تو. یعنی حیوان گفت نزد مادرش یعنی کشتنی تو عموما گفت گناه هست نه که گفت این کار عزیزانی من. بینید حتی اینکه در جایهای کشیم که مخصوص جاها دیگر حیوان ها نبینن دیگر حیوان ها آزار بکشن عزیزانی من. یک چند دیگر سوال دادگی هستن در این سوال کسته جواب میتیم وقتا نزدیک است عزیزانی من. درباره انشاءالله خدا خواهد نماز سوال دادن که چیکار کنیم که حضرت در نماز بسیار وسوسه و گرفتار میشه و خضوع حلاوت از ما دور میشه. این سوال اکثر انشاءالله آدم ها داده ساده است که ما وقتی که بالای جای نماز میبرایم ما شیطان هر گونه فکرها هر گونه چیزا آوردن میگیرد. حتی بعضی رکت ها را میگه گم میکنیم. بعضی خدا خواست 3 رکت خوانداشون 4 رکت خوانداشون باید چیکار کنیم؟ علما ها توصیه دادن وقتی که ما شما بالای جای نماز میبریم عزیزانی من تکبیر تحریمه گفتگی این چیز است این فرض است. تکبیر تحریمه یعنی الله اکبر گفته چی به نماز دور بدن. همین تکبیر تحریمه گفته است یعنی بیاد بیارد. یعنی کلمه تکبیر تحریمه از حرام و گفتش دیگه حرم یحرم تحریمتون این مصدر است ریش است. یعنی انسان تمام کار دنیا برای خودش حرام میکنه. خوردن آشامیدن گپ زدن تماشا کردن اطراف دیدن همینا حرام میکند. همین از بیاد بیارد یا که معنی الله اکبر بیاد بیارد که خدا بزرگتر است. من پیش کیست دادم تو میگه تصور کنم جنت طرفی راست بیارم دوزخ هم طرفی چپش بیارم
الله فوقش نه بالاش نه نگه داشتن شریف است. اگر به یاد بیارد انسان خشوع پیدا نشد از عزیزان. یگانه شیطان هم نزدنش میدونه باید برگجا بوده است. وقتی که ما شما الله اکبر گفته که به نماز میدرایم عزیزان من، فقط جای سجدگاه دیده اگر چشمش نکنه خشوع خضوع میومده است. شیطان عقل شما را گرفته نمیتونست. اگر ما فقط جای هم سجدگاه دیدیم، رکوع میریم پشتی پاچکه توصیه کردگیم بزرگان اسلام، سجده میریم نوک بینی دیدنش توصیه کردگیم، نشینیم دل دیدنش خدا خواهد نظر به دل انداختن توصیه کردگیم، سلام میتیم سری کتفه دیدن توصیه کردگیم. همش معناش چی؟ شیطان ما اشمان خدا خواهد نزده آمده است. من اکثر نمازهای سنتان ملاحظه میکنم، بعضی آدم ها هستن که یک از دل آیت گشته عقیقه میبینن یا نیست. بعضی آدم ها هستن که دمگنیشت تماشا میکنن یا اطراف تماشا میکنن، در نماز ایستادن. برای ما من توصیه میکنم در کتاب صلات مسعودی ابن مسعود روایت کرده حدیث است، کسی که وقتی که الله اکبر تکبیر تحریما میبندد عزیزان من، برابر گوش برداشتن سنت، برابر نرمی گوشت بیار دست دادن ایتا نیست. میاری برنجه میاریش برنجه، نرمه گوش آوردن سنته، رسوندنش مستحبه ثواب. اینم امر شریعه، 8 امر شریعه: فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، حرام، مکروه، مستقله. این 8 دایره نماز زنده کم درگار. یکیش چی دست داخل انشاءالله فرض، واجب، سنت، مستحب. سنت و مستحب کاری پیغمبر علیه السلام. برای گوش آوردن سنت، رسوندنش مستحب. در وقتی تکبیر تحریمانی 50 همش قبله بیند، همه اعضای انسان باید قبله ببیند. وقتی که ما شما الله اکبر دو تا ثواب میگیری، هم سنت هم مستحب. عملی شریعی این خیل کردن این عمل زنکاست. مذهب مادر میگه والمرأة ترفع یدیها حذاء منکبیها، میگه مرد زنها میگه دستاشون میبردارن برابری کتیف، مردها گوش. فرق این است. اگر کم کنی فرمه زنکی میشه. اونچه که برای زنکا بدعته مردکان بدعته، اونچه که مردکان بدعت میشه زنکان بدعته. زنک برای چی دستش برای کتیف میبردارن؟ چون که بندکای دستش فرضه. مبادن که کشیدمونن نمازش ادیت نیاد میکنن. بندی دستی زن فرضه. در شما کشادن سنته. بکشاش در وقت تکبیر تحریمه بستن، یعنی بندکای دستت باید گوش شون. سنت 3 جمله سنته. در وقت دعا، در وقت تکبیر تحریمه بستن دستا کشادش نش، در وقت سلام کردن برادر بندی دستی مرد کشادش نه، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که ما الله اکبر بنده بندیم دستامونه، ما شما زیر ناف بنده دستاتونه. میگه و یضع یده یمنا علی الیسرا فی تحت سرته، زیر ناف نسنت ازانی من. وقتی که میبنده فقط یگانه همون جای سجدگاه هم کرد سر میکنید نمازه. اگر یک آدم بیستد و یک مراتبه طرف بیند، الله نگفته سی گفت. الله چی میگه؟ ای بندم، اون چیزی که میبینی اما خیر منو، من ایوه بهتر است نبی. دیم بار با دیم رکت نشستی با یک بار دیگه دیدی تلفن با میگفت از خدا ای بندم، از اون چیزی که تو میبینی من بهتر است ایوه. تو پیش کی نیستادن در خاطر بیاد ای بندم شاد شد. 3 رکت نه با یک بار دیگه دیدی. خدا میفتست که نمازی نه جمع کنی فرشتان در کله زنی نه، این برای من نماز نخوان. کسی که اطراف تماشا میکنی از 3 بار زیاده نماز تا خدا در سرت برداشته میزنن. این نماز چیزی نهایت مهمه عزیزی من. در نماز خیال تا پریشون کردن در کار نیست. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه کودک بوده، یک بچه نان مادرش داده، گفتن که همین نماز پیشین کسانی که اومد باشه رفته بچم خیر شد. در این مسجد نشستن 4 زانون آدم ها بومسیان. خب باید قرآنلی اومدم از قلیه باید قرآنلی گوچی نماز همین 4 رکعت سنته دیم رکعتش چی خوندی؟ اونون بچه بسر خیرون بشه
رفتن همه میرم میگه بچه باشه خونش میرم میگه بچه‌م هیچ کس نامده مسجد امروز در پیشین چه نامده مسجد خدا آخی اقلا یک 10 تا 5 تا آدم هم نیست این مادر وقتی ساجاب کنه هیچ چی نامده رو نماز نخواد آمده بینید این چی معنا دارد؟ یعنی در نماز هوشیار باشید از این بهتر عبادت نیست عزیزان من چون ما مسلمان ها در یک سود که فقط یگانه عملی که بجا میاریم فقط نماز عزیزان من این روزه در یک سال یک باره این زکات دومش که سالها نمیتی کم براشه این حج در عمر یک مراتبه رفتی حج گردن ساکت داریم لا اله الا الله هر روز میگوییم یگانه به خدا ما نزدیک میکنه که فقط نمازه همین نماز هوشیار شیم از داریم بسیار هوشیار شیم بی‌سنجود نشه شاشمش نکنه نماز نه پیامبر اسلام در مسجد شنیده که یک جوان اومده نماز خوند او گوش کنه تا خوند السلام علیکم یا رسول الله گفت ارجع گفت گرد گفت دیگه نماز تمام با خون با آمد السلام علیکم یا رسول الله گفت ارجع گفت علم تو سر نماز نخون 3 مرتبه گردوندش دفعه سه میگه یا رسول الله من نمیدونستم همین آخر چیکار کنم گفتن تلک الصلاه المنافقین منافق این نمازه که تست دیده مثل میگن مرغ دانچین تا رو میکنی تا میکنی الله اکبر دورم نیست قبولش که نکنی الله اکبر فوتبال موند سریال موند توی موند دخترک موند گاو موند بازار موند میکول کنه و محبت خون خدا خواهد او برکه و سخرش میتید عمرتنا برکه میتید رزقنا برکه میتید الله با واسطه چی؟ نماز الصلاة میدونین معراج المؤمنی گفت پیغمبر نماز معراج مؤمنان هست ما بالای جای نماز میبریم اگر میگه پیغمبر به خدا گپ زنی نماز بخور این جای نزدیک بنده در کجا است نماز به خدا حتی بین خدا و بنده پرده نمیمونه است سجده بوده است سجده کردیم الله منو تو پرده رو میبرداره خدا من تو را به نظر رحمت نگاه میکنم انشاءالله چی مقصد آرزو داری سرت مونده گو بازی نفر میخونی خدا خواهد من تمام امتیاز یک بار سرت در زمین خشمون 10 دقیقه خدا خواهد بیست وقتی که حضرت جبرئیل اومد گفت یا محمد من اکثری اهل دوزخ ای امتها دیدم میگه محمد داد گفت من برفت خونه یا غار رفت میگد 3 روز محمد قوم کافتن اصحاب ابو بکر و عمر سرسان محمد کجا شد میگه یحیی رفت یک چوپان ایستاده است گفتن یک شخص ندیدی گفت کدام شخص محمد گفت که شخص ندیدم لیکن 3 روز است که همه گوسفندا گریه دارن 3 روز است که نه افراد بخورن 3 روز است از جاشون نمیجیبن آواز چشماشون روانه از همه درون غار یک آواز دعا آمده است که پروردگار امتها و بخشی را من راضی نیستم ابوبکر من میگه دیده اومده میگه محمد از گریه میگه زمین نم شده برفته است که امت میگه در سجده است تا که امتها من نگذاری از سر از زمین نمیبردارم خدا گفت بخاطر بخشیده باش عزیزان من ببینید محمد علیه السلام در همین ما و شما عمرش باقی رسید از دنیا انشاءالله خدا خواهد گذشت رفت فقط امت گفت فقط ما احوال امت امروز چی هست که خدمت سوال پیدا کرد اکی امروز میگه هر شب دی خودت تو بپرس گر تو امیر مردی من این شعر خیلی تعبیرش کردم هر شب تو دی خودت بپرس گر تو امیر مردی که امروز با خدا چی خدمت کردی یک بگو خدا چی خدمت کردی امروز آخر نمازش یا خون خیلی دعوت کرده نمیتونی گفته نمیتونی یا کسی ایره کردون نمیتونی اقل بالا که جای نماز نه امر دیزن خلافت 5 وقت خلافت 1 ساعت
پیش الله برای قدر و یک خاطر جمع انشاءالله و یک مهر و محبت عبادت کنی انشاءالله خدا خواهد. این انشاءالله خدا خواهد چی است؟ همش مکافاتش خدا خواهد جنت است. 5 میگه گناه پیش پیغمبر اومد، 5 گناه از روی خدا خواهد گناه. یک بچه آمد گفت که دادا یک دختر دیدم، حضرت گفت هیچ طاقت نکرد رفت یک تا موچش کرد. چی جزا است؟ گفت نماز خون بچه. 5 میگه یک صحابه میگه رسول الله میگه 5 گناه اومد همش به نماز امر کرد. گفت که پیغمبر فقط نماز بگوی. گفت آیا نگفت من نگفتم؟ خدا گفته که در سوره تحریم این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اینا خدا گفته که فقط آدم‌ها ای بی‌شرم حیاتی همین نماز بداره خلاص، اینا دیگه هیچی نمیدارن. این گفتی خدا گفت شاید این نماز خدا این گناه دیگه نمیکنه. گفت ای گناهاش بگرده دیگه نماز چنان چیز بدست که ما شما چیکار میکنه؟ آدمای خوبه انشاءالله خدا خواهد نشون بده. وقتم